انقدر دریا طوفانی بود و انقدر امواج بزرگ بودن، بلند بودن، شناور روی آب می‌دیدم. اونا مرده بودن. بهش فکر میکنم ساعتها، روزها. شبهایی هستش که صدای جیغ و داد و شیون زنها رو میشنیدم و مردها رو و درخواست کمکی که میکردن. موقعیت شغلی و زندگی و اجتماعی بسیار بسیار خوبی داشتم. به دلایل سیاسی و به دلایلی که با حکومت ایران اختلاف پیدا کردم و خب سوپرمارکتم رو از دست دادم، کلیه حساب‌های بانکیم مسدود شد، خانه‌ام رو از دست دادم، ماشینم رو از دست دادم. دیدم که خانواده‌ام حتی تحت فشارن و واقعاً هیچ توجیهی برای برگشت خیلی تقریباً چیز در حدود 3 ماه در ترکیه بودم و تقریباً میشه گفتش که هر روز رو با استرس و ناآرامی سپری کردم. به خاطر صمیمیت و دوستی غیر معقول و از نظر من غیر موجهی که دولت‌های ایران و ترکیه دارند، من رو به اروپا برسوند که متاسفانه اونجا گرفتار پلیس شدم و موبایلم، پولم، پاسپورتم، همه اون وسایلم و اینها در یونان ضبط شد و ما پلیسیوار و مخفیانه از خونه خارج شدیم و توسط 2 تا ون و رسیدیم به یک ساختمون متروکه خارج از استانبول. کامیونا خیلی کوچیک بودن و تعداد ما خیلی زیاد بود. بچه همراهمون بود، زنها، تمام این وسایل، ساک‌ها. جا شدیم. چیز در حدود 9 ساعت 10 ساعت ما تو راه بودیم. جنگل پر از درخت‌های خاردار بود. تا رسیدیم به یک صخره خیلی بزرگی که تقریبا روی صخره نهایتاً 1 نفر 2 نفر میتونستن واسن. پشت سر هم دیگه همه قطار شدن چون نور مهتاب تو آسمون بود و بعد تازه هم متوجه شدم که خیلی هست. هیچکس حق نداشت بالا بیاد. تقریبا یه صدای خیلی بدی اومد از داخل موتورخونه و من متوجه شدم که یه اتفاق بدی افتاد و کشتی خاموش. موج دریا خیلی کشتی رو متلاطم میکنه و به این سمت و اون سمت میبره. خیلی لحظات وحشتناک و رعب‌آوری بود. خب ما منتظر بودیم و بعد از چند ساعتی یک کشتی اومد و از یک کشتی به کشتی دیگه منتقل شدیم و دائم این 2 کشتی به هم دیگه برخورد میکردن. حتی اون کشتی که خراب شده بود
از هم میپاشید و هر آن ممکن بود که اصلا دوتا کشتی غرق بشن. 5 فوریه دریا طوفانی میشه و نمیتونید حرکت کنید. اعلام کردن که ما الان داخل آبهای آزاد تحت کنترل ایتالیا هستیم، اما دیگه کم کم هوا داشت طوفانی میشد، دریا بسیار بسیار متلاطم شده بود و اون روی خودش رو داشت نشون میداد. نیمه‌های شب بود که اومدن اعلام کردن که ما داریم میرسیم و کم کم وسایل و خیلی بچه‌ها خواب بودن، بیدارشون کردن، لباساشون تنشون کردن، هوا سرد بود، ساک‌ها رو جمع جور کردن و اون اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و متاسفانه در یک لحظه کف کشتی برخورد کرد به کف دریا. بدترین لحظاتی که یک انسان میتونه ببینه و درکش کنه و لمسش کنه. شاید کمتر از 5 ثانیه این اتفاق افتاد، اما به محض اینکه به پلکان رسیدم آب تقریبا زیر چونه های من بود. من شناور روی آب و کشتی در حال پایین رفتن. خودم رو روی عرشه کشتی انداختم. من دستم رو محکم به یک تکه چوب بزرگ گرفته بودم. یه مدتی گذشت و من 2 تا نور دیدم از دور که اشاره می‌کردن که به این سمت بیایم. این نورا حرکت می‌کرد از سمت راست به چپ. آب دریا به همراه سوخت کشتی معجونی کشنده است. مجال هیچ کار دیگه رو بهشون نداد. یک موج خیلی سهمگین و بلندی اومد و به سمت ساحل پرت کرد و مجددا این موج که برگشت به سمت دریا، اینجا بود که من از اون آب نوشیدم و فهمیدم چقدر خطرناکه. چون در همون حالتی که واقعا داشتم خفه می شدم، مجددا یک موج دیگه منو پرت کرد تو ساحل و این بار با تمام بدنم افتادم روی ماسه ها و من خدا رو چشمان خودم دیدم. خودم رو کشون از اون منطقه دور کردم و دیدم که تمام دوستان من یه چند نفری قبل از من رسیده بودن. همه یک جا تجمع کردیم و از اون 180 و چند نفر متاسفانه فقط 80 و چند نفر یا شاید کمتر زنده موندیم و مابقی رفتند، از بین ما رفتند. من براشون آرامش و آسایش من مجتبی هستم، 47 سال سن دارم، از ایران اومدم.